ناراحت مباش. اگر آدمان قلبت را شکستن هیچ وقت ناراحت مباش، مگر خدا نگفت که ما در قلب‌های شکسته ایم؟ اگر اینطور است پس چرا ناراحت میشوی؟ اگر میخواهی مثل روز رفشان باشی باید تاریکی شب را از بین ببری. نومید نباید شدن از گردش ایام، هر شام که آید ز پسی آن سحر هست. اگر میگویی که درد دارم، همین درد تو را به سمت خدا میبرد، ولی تو نمیدانی. فکر نکن که فقط تو درد داری. این را بدان که نفری هست، کسی هم هست که درد تو را نعمت میداند. پس ناامید مباش. آیا وقت را به قفا گردانیده می شود؟ روز، ماه، سال به گذشته صلوات. درد هر کجا باشد دوا همانجا می رود. ناداری هر کجا باشد نعمت هم آنجا می رود. این بنده چه داند